We lose the ability to be critical since we are children. دوستان قبل از شروع به ترجمه این ویدئو لطفاً به لهجه این خانم دقت کنین. میبینید که اصلاً مثل نیتیو ها صحبت نمیکنه، اما با اعتماد به نفس کامل داره سخنرانی میکنه و انگلیسی حرف میزنه. یادتون باشه هدف از زبان انتقال مفهومه، نداشتن یه لهجه بدون نقص. پس هیچ وقت نذارید لهجه غلط مانع از حرف زدنتون بشه. We lose the ability to be critical since we are children. lose به معنی از دست دادن، ability به معنای توانایی، critical اینجا به معنای انتقادی. The ability to be critical یعنی توانایی انتقادی بودن. Since we are children یعنی از وقتی که ما بچه هستیم. Under the name that we should be polite. Under the name that we should be polite. Under the name یعنی به این بهانه. We should be polite یعنی ما باید مؤدب باشیم. Polite به معنای مؤدب. We should not offend people. We should not offend people. Offend به معنای رنجوندن و ناراحت کردنه. Which kills creativity. We are living in a world of lies. Which kills creativity که میکشه خلاقیت رو. Creativity به معنای خلاقیت هست. We are living in a world of lies. ما dاریم زندگی میکنیم توی یک جهانی از دروغ ها. lie به معنی دروغ هست. In fact, hypocrisy. We have to offend people. In fact, hypocrisy. In fact به معنای در واقع و hypocrisy به معنای دورویی و ریا. We have to offend people. ما مجبوریم مردم رو ناراحت کنیم. Of course, now this apologetic way, I don't agree with. Of course, now this apologetic way, I don't agree with. Of course به معنای البته، apologetic way به معنای سبک و سیاق پوزش طلبانه و عذرخواهانه هست. کلاً فعل apology به معنای پوزش طلبیدن هست. agree به معنای موافقت کردن و I don't agree with یعنی من موافق نیستم. Sometimes you please people by criticism. It's how you criticize them. Sometimes you please people by criticism. It's how you criticize them. Sometimes به معنی گاهی، please اینجا فعل هست و به معنی خوشحال کردن. criticism به معنای انتقاد و criticize فعلش هست به معنای انتقاد کردن. بعضی اوقات شما خوشحال میکنید آدم ها رو با انتقاد. It's how you criticize them یعنی مهم اینه، مسئله اینه که چطوری از اونها انتقاد میکنید.